چشمای این مرد یه قدرت پیشبینی پیدا کردن. همون لحظه متوجه شد یه مسافر با اسلحه سوار هواپیما شده و فوری فهمید قصد داره هواپیما رو بدزده. سریع از قدرت مخصوصی که توی دستش داشت استفاده کرد و همه گلوله ها رو از اسلحه برداشت. بعد رفت سمت همکارش و گفت یه دوست سوار هواپیما شده و میخواد هواپیما رو بدزده. همکارش اولش شوکه شد ولی با تجربه سالهاش سریع نقشه کشید. از اون طرف دزدم داشت میرفت سمت دستشویی. طبق نقشه مرد رفت کابین کناری و همکارش جعبه کبریت رو برداشت و بیرون منتظر شد. وقتی دزد داشت وارد دستشویی میشد همکارش جلوشو گرفت و شروع کرد به حرف زدن. وانمود کرد که کبریت‌هاش خیس شدن و روشن نمیشن. درست وقتی دزد میخواست کبریت خودش رو در بیاره مرد از داخل کابین بیرون اومد و دزد رو غافلگیر کرد. دزد فوری بیهوش شد. بعد هر دو اونو کشیدن و بردن به اتاق مخفی و دستبند زدن بهش. همین موقع مرد یادش افتاد که دزد زن داشت. پس فوری رفت دنبال زن اون. همون موقع یه مهماندار اومد و به زن گفت شوهرش توی هواپیما بیهوش شده. زن فوری بلند شد و همراه مهموندار رفت. وقتی زن وارد اتاق مخفی شد و شوهر بیهوشش رو دید داشت جیغ میکشید که کمک بخواد ولی مرد سریع از اتاق کناری اومد و همونجوری زن رو هم بیهوش کرد. بعد از این کار بزرگ مرد داشت راه خونش رو میرفت که رسید به یه برکه. مردمی که کنار رودخونه داشتن ماهی میگرفتن و دید و یه ایده به ذهنش رسید. علامتی که روی دستش بود یه فضای نامحدود برای نگهداری چیزها بود. پس سریع قدرتش رو به سمت رودخونه فعال کرد. توی 5 دقیقه تونست 5000 سبد ماهی کامل جمع کنه. بعد دوباره چشمای پیش بینیش رو استفاده کرد و با تعجب دید یه چیزی ته رودخونه دفن شده. اون موقع به یاد آورد که یه خانواده ثروتمند حدود 100 سال پیش مورد حمله یک کشور همسایه قرار گرفته بودن و وقت نکردن فرار کنن. پس همه گنجشون رو همونجا دفن کرده بودن.